به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همتان. آرزومند هستم انشاءالله از صحت کامل برخوردار باشید. امروز دوستان میخوایم شما را با یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد سیستم عامل‌های ویندوز که همان گاتماد میباشه که اکثریت یوزرها آنها را مد نظر نمیگیره و یا از آن استفاده نمیکنه آشنا بسازم. پس ویدیو را تا آخر بیننده باشید. این دوستان اگر در صورتی که میخواین از آخرین جزئیات و مواردی که در قسمت چینل یوتیوب و همچنان صفحه فیسبوک ما براتون اپلود میکنیم آگاهی دریافت بکنیم، پس سابسکرایب نمودن چینل یوتیوب و همچنان پیج فیسبوک ما را فراموش نکنید. خب اما بعد در صورتی که ما شما بخوایم از این ستنگ استفاده کنیم، یعنی بخوایم تمام تنظیمات ویندوز ما شما در یک فولدر یا یک پوش بادز بیاریم، ما شما یک کد می داشته باشیم. درست است دوستان که از این ما شما به این منظور استفاده میکنیم که کد ما در قسمت دیسکریپشن و همچنان در قسمت چینل تلگرام براتون اپلود میکنیم که از این استفاده کنید میتونید. خب قبل از اینکه ما شما از این استفاده کنیم دوستان، ما شما رایت کلیک میکنیم، بعدش هم نیو و قسمت فولدر انتخاب میکنیم و یا از شارکت از استفاده میکنیم دوستان که کنترل شیفت ان. درست است. بعد از اینکه ما شما کنترل شیفت ان اشاره دادیم، نیو فولدر برای ما ایجاد میشه. دوباره با رایت کلیک میکنیم، بعد از اینکه رایت کلیک کردین درست شما از شما رینیم انتخاب میکنیم و یا ما شما از شارکت استفاده میکنیم که F2 است. بعد از ما شما F2 کردیم بک اسپیس فشار میدیم، میرا البته پاک میسازیم. درست است. اما قبل از اینکه پاک بسازیم اجازه بدین که من فایل باز بکنم. بعد از اینکه فایل باز کنم ما شما یا کنترل ای میکنیم درست دوستا و یا ما شما به شکل منوالی ایرا سلکت میکنیم. بعد از اینکه سلکت کردیم یا کنترل سی میکنیم یا از قسمت کپی برش میرم بسته میکنیم، دیگه نیازش نداریم. دوباره ما شما را رایت کلیک میکنیم رینیم و این میرا ما شما یا کنترل وی میکنیم یا از قسمت ما شما چی برش میگیم دوستا پیست برش میگیم. بعد از اینکه پیست گفتیم انتر میکنیم، با مجرد ما شما انتر کنیم شکل خود فولدر ما تغییر میکنه که به این شکل میشه. در صورت ما شما این را باز بکنیم درست دوستا یا دبل کلیک بالاش میکنیم و یا ما شما رایت کلیک بالاش میکنیم، بعدش هم اوپن انتخاب میکنیم. با مجردی که ما شما انتخاب کنیم تمام ستونگای مورد نیازی که ما شما با اونا در اپراتینگ سیستم های مایکروسافت نیاز می داشته باشیم قسمت بر ما لست میشه که بسیار به سهولت و وقت کم میتونیم از اونا استفاده بکنیم. خب این بود موضوع امروزی ما. آرزومند است ان شاء الله مورد توجهتان قرار گرفته باشه که دوستانی که میخواهید از آخرین جزئیات و مواردی که در چینل یوتیوب و همچنان پیج فیسبوک ما براتون اپلود میکنیم، سابسکرایب نمودن چینل یوتیوب و لایک نمودن پیج فیسبوک فراموش نشود.